اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر هر ساله در حجی ولی از حال هم نوعت سؤالی هم نپرسیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر گفتی خدا ترسی ولی از ترس اموالت تمام شب نخوابیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر مرگ کسی دیدی ولی قدر سر سوزن ز جای خود نجنبیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر قاری قرآنی ولی در درک آیاتش دچار شک و تردیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر چادر به سر داری ولی از زیر آن چادر به یک دیوانه خندیدی، به انسان بودنت شک کن. به انسان بودنت شک کن.